سلام رفیقای بامرام، حالتون چطوره؟ امروز اومدم باز راجع به یک فرد مهم و یک داستان دیگه و یک ماجراجویی دیگه باهاتون گپ بزنم. حالا ای داستان راجع به کی میره؟ ای داستان راجع به ناصرالدین شاه قاجاره. میخوام راجبش یک اطلاعات جذاب براتون در بیارم، بهتون بگم، برین برای کوچگیاتون تعریف کنن، کنار هم دیگه کیف کنن. بریم که قرار چی بهتون بگم. نوشته ناصرالدین شاه قاجار در یکی از سفرهای خود به استانهای مختلف ایران سفر کرده که اسم اونجا چه بوده؟ اصفهان که زمانی پایتخت عظیم دوره صفویه بوده، هنوزم به عنوان یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی هنری ایران شناخته میره ها. شاه که به دنبال آشنایی بیشتر بوده با وضعیت داخلی کشور، از آثارهای تاریخی مهمی بوده، به همراه درباریان و مقامات دولتی خودش راهی به شهر میره. سفر ناصرالدین شاه به اصفهان نه تنها یک سفر رسمی و سلطنتی، بلکه فرصتی برای او بوده تا از نزدیک وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم رو بررسی کنه ها. رفته که ببینه بو شهر چیه و به قول یارو گفتنی سری به سرا زده و رفته پرسجو کرده. شاه در ابتدا به میدان نقشجان رفت و جایی که شاهکارهای معماری دوره صفویه همچون مسجد امام و مسجد لطف‌الله قرار داشته، ناصرالدین شاه رفته اونجا. ناصرالدین شاه به زیبایی و عظمت ای آثار پی برد و از ای که ایران چنین میراث فرهنگی غنی داره شگفت زده رفته. از این رو او دستور دیده که نگهداری ای بناهاره با دقت بیشتری انجام گیره. یکی از نقاط جالب این سفر ملاقات شاه با مردم اصفهان بوده. ناصرالدین شاه مندوی دیداراش با مردم از اونا خواسته که نظرات خودشون رو درباره وضعیت زندگی و مشکلات روزمرهشان مطرح کنه. برخی از مردم نیز از شرایط اقتصادی سخت و کمبود امکانات و شهرشان به قول یارو گفتنی شکایت داشتن. گفتن مثلا یک سری کمبودا داریم، اونا رو برای ما تامین بکن. این موضوع باعث رفته که شاه به تفکر در مورد شرایط داخلی کشور بپردازه و تصمیماتی برای بهبود وضعیت و اجرایی اقتصادی کشور لحاظ کنه. همچون ناصرالدین شاه به بازدید از صنایع دستی اصفهان پرداخت که این شهر در آن زمان به خاطر هنرهای خودش مانند قالیبافی و مینیاتوری و فلزکاری و کاشیکاری شهرت جهانی را داشته. شاه از نزدیک با هنرمندان اصفهانی گفتگو کرد و حتی برخی از آثار اونا رو خریداری کردن که تا نشاندن مثلا از این هنرها و فرهنگ ایران حمایت میکنه. با 4 تا چیز خریدن مثلا مخواسته که بگه ها ما مثلا از ایران خیلی حمایت میکنم و نمیدونم اصفهان برای ما خیلی قد و قامت داره. مندوی سفر شاه درک بهتری از شکوه عظمت گذشته ایران پیدا کرد و این امر باعث رفته تا توجه بیشتری به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی کشور داشته باشه. مندوی ادامه سفر ناصرالدین شاه به بازدید از برخی کاخها و عمارات دیگر اصفهان مانند کاخ 40 ستون و عمارت آل قاپو رفته. توی کاخا شاه به آرامش و شکوه فضای دوران فرو رفته و در اینجا ساعت زیادی رو سپری کرده. خوشش آمده از اینجا گفته هم یک تخت بذاریم و اینجا بشینم یکم به قول معروف
آرامش بگیرم و نمیدونم آروم برم به اینجا شکوه و عظمت فضاش. او حتی از برخی از نقاشی ها آثار هنری موجود مندوی کاخا نیز تمجید کرده و دستور داده تا این آثار همچنان حفظ و نگهداری شوند. سفر ناصرالدین شاه به اصفهان همچنین از نظر اقتصادی اهمیت زیادی داشته. شاه به بازدید از بازارهای شهر پرداخته و وضعیت تجاری و اقتصادی اصفهان اطلاعات کسب کرده. او متوجه رفته که بسیاری از بازارها و کارگاه‌های صنایع دستی با مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه و عدم حمایت دولتی روبرو هستند. به همین دلیل شاه تصمیم گرفته تا تسهیلاتی برای تقویت این صنایع فراهم کنه و از آن پس نظارت بیشتری بر وضعیت اقتصادی شهرها داشته باشه. این سفر برای ناصرالدین شاه فرصتی بوده تا نه تنها از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی اصفهان دیدن کنه، بلکه از نزدیک با مشکلات مردم آشنا بره و بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بپردازه. تأثیرات این سفر مندو تصمیمات بعدی او در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی آشکار بوده و نشان داده که شاه در پی بهبود وضعیت کشور و حفظ میراث تاریخی ایران است. از آخر بهتان یک جمله بگم. سفر ناصرالدین شاه به اصفهان یکی از مهمترین سفرهای سلطنتی او بوده که هم از لحاظ فرهنگی و هنری و هم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی تاثیرات زیادی بر جا گذاشته. این سفر به نوعی بازتاب دهنده علاقه و توجه او به فرهنگ تاریخ و وضعیت داخلی کشورش بوده. این هم یک سری از بقول یارو گفتنی اطلاعات راجع به ناصرالدین شاه قاجار که قرار بوده به شما توضیح بدم، همین چیزایی بوده که اینجا گفتم. امیدوارم بازم اطلاعاتتان راجع به همین یرکه بالا بره، اطلاعاتتان بسیار زیاد رفته بشه. مرسی که تا اینجا گوش دادن. خدا نگهدار.